اینجا مکتب تاجیکی به نام ابوالقاسم فردوسی است که آن در ناحیه مخترل ولایت جنوبی جمهوری قزاقستان قرار دارد و طلبگان و اساتید این مکتب حالا منتظر هستند که نیم پیکره استاد ابوالقاسم فردوسی به آنها تحویل داده شود رسما. همین خیلی که مشاهده میکنید روز تحویل 6 سپتامبر 2010 هست و آن سال مکتب یعنی در اینجا بود. البته عین حال سال 2022 هست همین خیلی که ما و شما میدونیم و الکی مکتب 3 طبقه نو پوشیده و تحویل داده شده است که همه طلبگان و اساتید در آنجا تعلیم میگیرند و تعلیم میدهند. امروز هیکل نیم پیکره استاد ابوالقاسم فردوسی در آن روز تاریخی سال 2010 به آنها به مأموریت مکتب تحویل داده شد و عین حال امسال سال 2022 است. در صحنه مکتب نو 3 آشانه زمانوی قامت افروخته است نیم پیکره استاد ابوالقاسم فردوسی و حال شما در اینجا آن روز تاریخی را خود مشاهده خواهید کرد. السلام عليكم. نشناختی؟ نشناختی؟ سلام علیکم. خوش آمدید. مرحبا. همون مرادتون رسیدید. رحمت کلام هزار رحمت که شما همون خدمت بزرگ کردید. این همه مندوره جوانا شما و من یوسف جان و همه کلیکتور و هزار رحمت سفیر و البته برنامه کلان ما بگیم از نام جمعیت من همه شاگردان برای شما تعیین نشان شما نه احترام شاعر بزرگان بعد نصیب وقت شوی رسمیش کی که میکشوی دعوت میکنی نصیب بوده میشه تیار داره شرمی هم خواهد یک خیال مکتب بداری السلام علیکم شکر براگر نو شاین پارتی معلم استول براگر مهمانان و خوانندگان عزیز من امروز همه شما شاهد هستید برای مکتب ما یعنی دهه ما یکی از روز تاریخی است. مکتب ما زیاده است 52 سال از زیاد شده است که به نام ابوالقاسم فردوسی است و از این ابوالقاسم فردوسی نشانه نبود و امروز من با راهبری فرستاد رئیس جوانان تاجیکان قزاقستان و سفارت قزاقستان که از من داره میکنیم و رهبری کرده برای ما نیم هیکلی این استاد حکیم را هدیه کرده ایستادند. ما خیلی خرسند هستیم. اگر خواهید محترم اگر بیان کنیم این خرسندی را اگر تمامی ورق ها اگر قلم شود تمامی دریاها اگر رنگ شود بیان کنیم به خیر نمیرسد. برای ما خیلی شما
یک هدیه به اندازه میوه هدیه کردید. اکنون سخن نوبت با خود رحمان ندیم. مرحمت. خیر ساکنان دهه به نام فردوسی بزرگ طلبگان مکتب به نام فردوسی من از نام خودم از نام سفیر از نام سفارت جمهوری تاجیکستان شما رو با همین روز سعید تبریک و تهنیت میگم. این البته این تحفه سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان محترم خالنظر بهرام محمد نظرویچ این هدیه صرف است و این عمل در دایره مناسبت‌های دو جانبه دوستانه بین جمهوری قزاقستان و جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد و البته این پیش از همه از سیاست خردمندانه راهبر جمهوری قزاقستان محترم پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان ابشویچ نظربویف و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانوف البته در دایره مناسبت‌های فرهنگی دوستی و برادری خلق قزاق و تاجیک البته این صورت میگیرد و این عمل این اقدام این پیوستی دوستی دو ملت دوستی خلق‌های قزاق و تاجیک می باشد. برای همین البته شما یک پارچه همزبانان تاجیک که در جمهوری قزاقستان زندگانی دارین و از همه قانونیت های دموکراتی این کشور شما بهره‌ور هستید و البته ما همچون نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان ما مناسبت خودمان با شما و شما همچون مناسبت شما همچون یک پولی که جمهوری قزاقستان و جمهوری تاجیکستان رو با همدیگر میپیوندند. البته ما فکر میکنم که در نسبت فردوسی بزرگ اکثریت طلبگان در اینجا میدونن با فکرم که یگان نسبت این شخص بزرگ این شخص با او رو به ناموس تاجیک و شرق متفکر شرق فیلسوف شاعر و فکرم گپ زدن لازم نیست. فکر میکنم معلمان در این باره سخنهای خود رو میگویند. فقط ما از طرف خود از جانب سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان محترم خالنظر بهرام محمد نظرویچ ما تحفه خودمون رو آورده برای شما سپاریدیم. تبریک میگیم شما رو. ناهی و مقتل آدم نشور دو کلمه علاوه ببخشید که ما کم ترقوی کردیم لیکن سبب همین چیز ما نگفتیم که کیا سبب شدند چه خیلی شد همین هیکل به اینجا اومد. راستی گپ این پیشنهاد درخواست معلمان خود همین مکتب بودند و البته این پیشنهاد درخواست های اینو با واسطه راهبری یا اینکه راهبری جوانان قناتی چی بگم دیاسپورای تاجیک در جمهوری قزاقستان زاده خود همین قشلاق و دوست خود همین شما محترم یوسف جان بودن. راستی گفت همه یوسف جان همه سفارت خانه را بایوای کردن آوردن لیکن بسیار یک با یک دلسوزی بسیار با یک میر بسیار با یک زحمت زیاد کشیدن. راستی گفت سامی یوسف جان در
امینوف یوسف جان در آوردن و در برپا کردن همین مجسمه البته بلند است. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, qimmatli ustozlar. Mana shunda da iki elning bir-biri bilan qarim-qatnasi, bir-biri bilan kelishimi, iki prezidentning arasındagi osындай qarama-qarshilik emas, bir-biri bilan yaqinligining arqasida mana bir Шалқайда turgan mektepga осы mektepning atağını ko'tarish uchun mana Firdavsining büstünü o'zimizning elchilikdan emas, mana Tojikiston Respublikasining elchiligidan bizga dar deydi, yana o'zi kelib olib, hech bir tiyinsiz biz bilan sizlarga topshirib atır. Biz ulkan rahmatimizni o'sha elchilikka aytishimiz kerak. O kişinin mana birinchi o'rinbosari Xalqnazarov o'zi bo'lsa elchi, ikkinchisi mana Zafar degan inimizning xizmati ulkan bo'lganidan so kishiga ulkan rahmatimizga aytishga ruxsat beringizlar. Mehmonani aziz, do'stoni kiromi, mana ijozat farmoyed az nomi Markaziy Milliy Tojikistoni viloyati Janubiy Qozog'iston mana janobi jonishin safar ro boyin xizmathoyi kalon برای دهیه به همین مکتب به نام فردوسی یک بیوست فردوسی را آوردی ساده به من شما سپردی سادن از صمیم قلب به شما هزارها رحمت ها گفتی ساده من مددداری خلق همین دهه مددداری تاجیکان جنوبی ولایت جنوبی قزاقستان را به جناب سفیر رسانید. از نام ما هزارها حرمت ها را به همین شخصان رساندن ما التماس می‌کردیم. و شما عمر دراز، بخت و سعادت، صحت سلامتی در آینده. من همین بین دو دولت به کارهای تجارتی، کارهای دوستی، کارهای بین دولتی را باز هم انکشاف دادی ساده رفتار من و شما از هم زیاد شود. من یک چیز را گفتنی هستم. بین دو دولت با یاری من این اتفاق و من این договори بین دولتی نمره 185 از 7 ایول سال 2001 همون جمهوری تاجیکستان برای شهروندای من همین تاجیک زبان همین ولایت جنوبی قزاقستان باشد، جمهوری قزاقستان باشد، من این کوتا ها جدا کردی سادن. این ننگشته از شرایط وزنی رسپوبلیکا شرایط زندگی مثال تقاضا کنیم مگر زندگی خلق تاجیکستان و خلق قزاقستان و البته حالا فرقیت هست. نو با همون نگاه نکرده سیدن برای من و شما برای فرزندهای من و شما غمخواری کرده سیدن. با این غمخواری ها با پرزیدنت ریسپوبلیک تاجیکستان هزارها تشکر گفتن ما ضرور است. همتون با رحمت، شما با از این هم زیاد خرسندی، صحت سلامتی. سخن بعد با رئیس جوانان قزاقستان امینوف یوسف جان که خیلی در این آوردن بیو سهم داشتن با اون شفاعت نشود. به نام آن که جان آفرید، حکیم سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام اساتید و همدیهای عزیز. البته اینجا زیاد سخنهای خیلی ارزنده بیان شد از طرف خود مقامات سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان. و در واقع درست است، یعنی در یک نشست جلسه که داشتیم با جوانان فعال همین دهه به من پیشنهاد کرده شد یکی از کمبودی‌ها زیاده از نیم عصر هم باشد این مکتب فعالیت میکند برای فرزندان این ملت و یکی از کمبودی‌های این مکتب در واقع نیم پیکری حکیم استاد بزرگوار باشد که پیشنهاد کردن اگر علاجش باشد در همین زمینه برای ما کمک یاردید و پیشنهاد دهنده این کس هم غیر از بحرالدین بابانیاز کسی دیگر نبود و ما البته وظیفه خود را انجام دادیم، کار زیاد نکردیم، یعنی وظیفه خود را انجام داده به مقامات سفارت این کمبودی را رساندیم. البته در چارچوب مقررات معاملات فرهنگی بین تاجیکستان و قزاقستان مقامات سفارت جمهوری تاجیکستان از خود شخص سفیر تا کارمندای کنسولگری و کاتب اول در این زمینه خیلی سهم ارزنده گذاشتند. پیشنهاد تنهای ما در واقع به دستگیری به واسطه سفیر محترم جناب بهرام خالنظرov فکر میکنم به نتیجه هم نمیرسید و جامعه عملی هم نمیکشید و امروز در اینجا میشود جسورانه از نام همه شما جوانان مقیم این دهه
با خود شخص سفیر کمال تشکر رو بیان میکنم که در واقع یک امر تاریخی، یک کاری که در واقع تاریخ امروز هرگز فراموش نخواهد کرد رو برای این دهه انجام دادم. و از طرف شما جوانان بار دیگر اجازه فرمایید خیر مقدم نمودن مقامات سفارت جمهوری تاجیکستان رو در واقع کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان، کاتب اولی سفیر جمهوری تاجیکستان در قزاقستان جناب یار محمدوف ظفر را خیر مقدم گفته از این شخصیت بزرگ تشکر کنیم که این امر، یعنی مهم بودن این امر تاریخی رو احساس کرده در این یعنی تهیه و آوردن رساندن هدیه این بیوست در واقع همراهی کردن تا به اینجا اومدن و انشالله امیدوارم که این نخستین قدم بود، یعنی به این معنا که نخستین قدم الان در امروز تحویل همین نیم پیکر است. ما در برنامه هست، برنامه ریزی هم شده ایستاده است، بازم با خود همین جوانان فعال همین دهه که در روزهای نزدیک حتما یعنی افتتاحیه به عبارت دیگر ادکریتی همین نیم هیکل در همین مکتب، در صحنه همین مکتب خیلی در سطح عالی با شکوه و انشالله مقامات حتی از استانه، از مالی اسامبله، از سعی میکنیم حتی دیپوتات‌های اسامبله هم وعده کردن صحبت‌های در این زمینه که انجام دادیم می‌بینیم و در ضمن انشالله که با کنسرت و با شهامت بزرگ افتتاحیه این هیکل نیم پیکری استاد حکیم را نیز در همینجا با هم جشن میگیریم. با دقتتون رحمت، سلامت باشید. و معلم فتایی و این مکتب خدمت دارم السلام علیکم شاگردان عزیز، استادان مهربان. اولا بار شما در زفرجان مدهی فردوسی رحمت تشکر و اینچنین شاگرد دوست جان و اینچنین معلم رئیس ولایت شما در نور دیده پای سر بالای دیده. دوستان عزیز، من امروز یکی از خرسندی در دالان مکتب ما از آن عبارت است که مکتب ما شکر خدا از سال 1936 سال که مردم ما هموده در اینجا استقامت میکنند، عمر به سر میبرند. مکتب ما از سال 1956 این طرف وجود دارد که خدا رحمت کند. همون وقت استادان کلانسال همین دهه برای کشادن همین مکتب رفیق سلطان و سید مرزا سید حرکت کرده مکتب صنف ابتدایی کشادن. این سالهای 1956 من بیندو از سال 1956 تا همین دوره مکتب به نام ابوالقاسم فردوسی بود. این یکی از بزرگترین استادان گفتن عالم در تمام دنیا مشهور که شاهنامه فردوسی این سرفرازی خلق تاجیک است و امروز ما خرسندیم که در دوام چند سال این نامی بزرگ داشته آمدیم تا امروز و کوشش میکنیم که تا من این جوانانم حرکت کنم و خوانم و این نامی بزرگ را همیشه پاس داریم. و این برادران امروز برای آوردن هیکلی نیمه هیکلی یعنی ابوالقاسم فردوسی خیلی خدمتی بسیاری کشیدن، زحمتی بسیاری کشیدن و اینها رحمتی کلام بگیم که همیشه دوستی و رفاقت بین دو دولت یعنی جمهوریت قزاقستان و جمهوریت تاجیکستان مستحکم شود. مستحکم یعنی خیلی بهترین رفت و آمد این در بین دو دولت است. ما را یک سرفرازی میکنیم که در بین جمهوریت قزاقستان شکر خدا با زبان خود دست میخواد، با زبان خود دست میدیم، با زبان خود عرف ملی خود را داریم. این یکی از سرفرازی ما هست که در بین دولت های جهان و این در بین جمهوری قزاقستان ما همیشه سربلند سرخلاص هستیم. در آخری سخن من از نام خودم و از نام دهه فردوسی از نام 2000 آدم و برادر ظفرجان سلام خود را میرسانیم و این چنین سلامی مردمی دهه فردوسی را به سفارتخانه جمهوریت برسانید که مردمی تاجیک دهه فردوسی خیلی منتدار، خیلی از شما خرسان رحمت که خدام رنجور کرده آمدید. دائم همیشه سربلند سرفراز باشید و در بین مردم تاجیک رحمت
خب سخن بعد با معلم این مکتب واسه کجا معلم زمان معلومات به نام خدای بخشنده مهربان. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم استادان و شاگردان عزیز مهربان. امروز به همه ما شما معلوم است که در دهه ما شخصا دهه فردوسی از آن جمله مکتب فردوسی یک توی است، یک خرسندی هست، یک جشن ناتکرار تاریخی هست. سالهای درازه که این مردم آرزو داشت، این آرزوی مردم امروز شکر خدا جامع عمل پوشید. این مکتبی ما که با یک نامهای بزرگترین عالم، حکیم، بزرگ، شخصشناسی دنیا به حساب میرن استاد ابوالقاسم فردوسی می باشند. امروز نیم پیکری استاد به دهه ما وارد شده استاد است. این باعثی خرسندی و تاریخی است. چطوره که درباره اینکه حاضر مهمونا سخن گفتن درباره کوتاه تاریخ استاد گفتن، همه شاگردها میدونید، همه تو باخبر هستید. میخواهم یک پارچه شعر را از خود استاد از زبان استاد قرائت نمایم. استاد میفرمایند حکیم بزرگ: بیناهای آباد گردد خراب، زیباران و از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاه بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بدین نامه بس عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خیرت. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. حقیقت بر جانب شاعر است مهمانان، استادان و خوانندگان عزیز مهربان. امروز من شاعر بزرگی که یک عمر در جهان مشهور است، شاهنامه عالم شمول استاد با زبانهای دنیا از آن جمله انگلیسی، فرانسوزی، نمیسی تا حتی با زبان قزاقی ترجمه شده است. خلق دنیا این سخنهای در مرجانی فرزندی آزاده ملتی تاجیک آموخته استادیان و ما فخر میکنیم. این باعث فخر ما شما هست. بار دیگر به همه باشندگان تبریک و تهنیت گفته از نام خودم و از نام استادان و از نام ساکنان اهل دهه، پیش از همه به حکومتی، به سرداران جمهوری، سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان، از آن جمله به اکای ظفرجان و شاگرد ما یوسف جان خیر و مقدم میگم، خوش آمدن میگم. پروردگار هر آرزوی آمالی که داشته باشند جامع عمل پوشد. این خدمت‌هایی که برای خلق، برای ملت کردن در صحیفه تاریخ نوشته می شود و خواهد و فراموش نخواهد شد. بار دیگر به همه شما از نام و اکای ظفرجان، یوسف جان شاگرد ما خوش آمدن میگم. تبریک مبارک شد، به همه تو مبارک شد. کوتاه گفتم که وقت نگیریم. خب سخن بعضی به معلم جوان همین مکتب شریف یعقوب داده بشد. مرحمت. به نامت ای خداوندی یگانه، کی ذاتی توست پاک و جاویدانه. اگر چی شعر میگویم دریغا، ندارم بیت و حرفی قدسیانه. اولا السلام علیکم مهمانان، استادان، خوانندگان عزیز. امروز به همه ما و شما معلوم است که یکی از روزهای فراموش نشونده و یکی از روزهای سعید و یکی از روزهای ماه شریف رمضان است. البته ما فخر میکنیم و منتداری خود را بیان میکنیم که در سفارت تاجیکستان در قزاقستان برای ناموس ملت شده، برای فخری ملت شده حصه گذاری کرده. این نیم پیکری استاد بزرگ، استاد محقق فردوسی را به ما آورده رسانیدند. البته این روزها فراموش نشونده هستند و این لحظه ها این دهه ما به نام این استاد بزرگ است و این مکان علم و ادبی ما به نام این استاد ابوالقاسم فردوسی هست. این به همه ما و شما معلوم است و البته در نام خودم و از نام تمام جوانان به رئیس جوانان خود ما یوسف جان امینف و این چنین در سفارت استادمان
منتداری خود را بیان میکنیم. البته فخر میکنیم که ما استاد داشتیم، که ما سر وزیر تاجیک داشتیم. گفتیم ما فخر میکنیم البته و منتداری خود بیان میکنیم. بار دیگر خوش آمدید به این دهه نورانه و این مکانی نورانه. بار دیگر تشکر به شما. سلامت باشید. رئیس اجازه باشد وقتا میگم یکم خواننده فارسی از استاد قرائت کنم اجازه باشد. البته. یعنی خواننده یکم خواهش من هست از استاد حکیم بزرگ فردوسی یکم قرائت کنه. هست یکم زنده دل. مرحمت. یعنی خواننده بودم. یعنی خواننده. دل روشنی من چو برگشت از اوی سوی تخت شاه جهان کرد روی که این نامه را دست پیش آورم زی دفتر با گفتار خویش آورم. آرام شد. بپرسیدم از هر کسی بشمار، بترسیدم از گردشی روزگار، مگر خود برندیدم نباشد بسه، بباید سپردن به دیگر کسی. بسه رنگ بردم، بسه گفته خواندم، زی گفتاری تازی و از پهلوی. شنیده سخنها فراموش مکن که تاج بر سری دانش سخن. با شعر و غزل علم آدم برپا گردد، با مهر وطن ایمان آدم آزاد گردد. سلامت باشید. یک خواننده به کاغذ پسرش گپ زند شرم نداشته. آزاد نترس. همون صنفخانه هم معلم است. بپیوستم این نامه به باستان، پسندیده از دفتری راستان، که تا روزی پیری ما را بردهد، بزرگی و دینار و افسر دهد. Құрметті мынау Тәжікстан елшісіне келген Зафар Мырзамен және Аменов сіздерге өте алғысымыз шексіз. Және мынау әкеп жатсыздар, оны Құда қаласа ақтайды деп ойлаймыз. Бұл да екі елдің татулығының арқасында. Өте сіздерге зор денсаулық тілейміз. Ешқашан шаршамай осындай елшілікте жүре беріңіздер екі елдің арасында. Ешқашан екі елдің арасы бұзылмас. Тек аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Сіздерге тілеріміз, дендеріңізге саулық, ораза ай сіздерге бақ береке әкелсін. Және оқушылар Құда қаласа ақтаймыз деп ойлаймын. Баршаларыңызға, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Е деп айтсын да біз естейікті. Rahmat. بازم ما از شما برادر یار ظفر و همین مسلم خیلی منتظر خود بیان میکنیم. البته این یک واقعی تاریخی است. حتما نام شما در تاریخ خدمت شد که برای ما خیلی خدمت کردین و ملت ما فراموش کرده و ما این هیکل را هدیه کردیم. باز دیگر رحمت کنید. یک خاصه به افتخار مهمانان. زنگ تمام کرد. زبان این هیکل جمهوری بعد دعوت کنید بعد بیاین شب روبای با افتخار بهایی
این جشن نمیشه خدا دوزون استول و همراهی شما از رئیس ولایت سرکرده نوشتن کجا بنویسم؟ افنی تو اومد خود شما یک یادآوری میشن از اون ما نمیسیم کتابی یادآوری مایدو خاطره میسد میسد اینجا دستمال بالا کجا بود وقت ساعت شوید بومونا این چی ما آمدیم برفتیم آمدو ساعتش هم نهیستیده خدا ساعته ما یک مهمونه عالی قدر برای ما میشد معلم امیر فهم دست مونده اینجا دم Қарақалпақ ба Юсуф ҷон? Қарақалпақ ба як директор бай ба истеъфо банем отпуск баром мегир. Ҷош ба ҷойнишин як киса монда рафтик даста. Қоғазҳо ҳамаш забони русӣ хитёмда мегира. Временно исполняющий обязанность директора неполной средней школы. Временно исполняющий обязанность РИВРИО. Исполняющий обязанность директора неполной средней школы. Ба қазоқи перевод кардем. Tolar tolmaz mekteptin, dolar olmaz direktör. Kanda zali. Ha yak saat diyor karıştı. Hava kadar o kadar pur ne çizer kur pur nevista. Дудахан, мы дар от посольства Республики Татарстан получили бюст Фердауси, Абулқосим Фердауси. Кай вамонде. Ҳозир не сценарий тайёр кунанд, ман Людмила Хачиев мешиносина. Медонам. Кай он зада? Он инҷо не. Не, ва ё сарагач отдельно мегӯям. Гуфтанд ки агар действительно ҳозир рӯзаш мушаххас нед, вақт дошта бошем, агар ҳатман мебием ҳамон рӯз. Барои вай ҳозир ман бояд рӯзаш хеле мушаххас кунам ки уна ҳоҷӣ ва дигар ман хотиррасон кардам дар вай ба Сарагоча. Акнун ин мактаба мебиёд меё ки мактаби айними ин ду забона барои проблемаш ҳал кардан. Билингвальное обучение. Мумкин вай проблем дигар. Бюста мемонда бошед. Бед ҳамонам забон иди забон ба ҳамеша як ҷое. Кадом рӯз иди забон? Иди забон 21 сентябр. 21 сентябр. Вай вай кунед. Набошад моҳи ноябр ба 4 ноябр. Ман ҳанӯз иди забона гузарондани мактаби айни ба. مکتب چهارم نوامبر شب کمتر مهلت وقتی چهارم نوامبر برای من چی برای چی سبب گرفتم روز آخری خوانشی چاریکی دو انا هم روز با هم این کنید هم طلبه باوی کنید درس به خلال نمیرسونن دیگر همون ایده همون روز چهارم نوامبر میگذاریم داشتیم با من صحبت کنید اگر همون روز گفت که مثلا صحبت کنید وقتی ما صحبت کنید منبع از область уже زنگ زدن ассамблея малой ассамблеи южно-казахстанской области زنگ زدن که شما همون مصلحت کنید کدام روز میمون من سرغوچ اینا گفتگوزار کردگیم مکتب غفور بعد این مکتبی айни ба Фердауси приурочит установки бюста, то есть открытие бюста. Як ҷое ина мебинан, уна мебинан, ҳам мактабҳои чоро чиза мебинан. Пожалуйста, 4 ноябр тараб. Он вақти инҷо камтар тавори мебинанд дигар. Ана он вақт. ҳам пахта мешаванд. халтаҳо пур мешаванд. шароит хубтар мешаванд. чойношӣ шароит мешаванд. қодирин бо дар рӯзи мо открития ифтида 4 та компютер дига аз тарафи баъзи одамо боз тарҷима ҳамаша як ҷое приурочит кунед. мисол Сарагоч, Пахтарал, айни қати Фирдавси як ҷое шавад. давайте ҳамуна ман гуфтагиам ҳамаша ҷавобу савоб бошад. фаҳмо так рафтем
ماشین جناب سفیر ایریج بره من ماشین میپرتم در ماشین دیپلمات سوار میشیم خانه عبدالله شما شامده خدمات حسنات شامده شما اینجا در آخر عکس‌های خاطرمان آن روز را خواهید دید و پس از این عکس‌های خاطرمان در ادامه آنها در آخر این عکس‌های مکتب نو زمانوی به نام ابوالقاسم فردوسی، یعنی مکتب تاجیکی به نام ابوالقاسم فردوسی، ناحیه مقطرل ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان امروزه را خواهید دید که خیلی هم زمانوی و مطابق با استانداردهای و معیارهای امروزه جهانی، مکتب 3 طبقه با یعنی لیفت و هر کسی که میخواهد در این درگاه تعلیم بیاموزد در حقیقت تمام تجهیزات لازم و مناسب یعنی اینجا فراهم آورده شده است. اینجا علاقه شما میبینید که عکس مکتب نو است که همین خیلی گفتم 3 طبقه است و خیلی هم مجهز و در داخلش یعنی همین خیلی که میبینید عکس استاد ابوالقاسم فردوسی و خلاصه شرح حال آن حکیم و در دیگر عکس ها خودتان مشاهده میکنید داخلی کلیدار و صنف‌ها. نیمپایکاره حکیم ابوالقاسم فردوسی در صحنه نو مکتب زمانوی گذاشته شده است. در نوارهای بعدی آن را حتما پیشکش خواهم کرد. در این عکس شما مردم و اساتید خوشحال را میبینید که در اطراف نیمپایکاره استاد در مکتب کهنه به نام فردوسی دست جمعانه عکس برداری کردند.